سلام خدمت دوستای گلم. چطوری؟ حالتون خوبه؟ سلامتی؟ چه خبر؟ حال اوضاع چطوره؟ وضعیت خوبه یا نه؟ سلام عزیزان. اون سه قسمتی که دیدین اون سه قسمت در مورد کندل ها بود. همیشه یکی دو بار ببینید که کامل درک کنیم و بازار رو درک کنیم و بدونیم بازار کجا و چجوری عمل میکنه. بازار سه حالت عمل میکنه: یا روند سعودیه که اینجوریه، یا روند نزولیه که اینجوریه، یا روند رنجه اینجوری. روند رنج معامله کردن باید بین کف ها و صف ها خیلی کرد. کف صف. رونده های سعودی باید تو بین کف و صف داره، ولی رو به بالا داره. مثلا یه حالت میگیره خودش که رنگش هم سیاه کنم پیدا باشه. روند نزولی هم یارد. بازار به سه حالت رفتار میکنه: یا روند رنجه، یا سعودیه، یا نزولی. رنج یعنی بی حرکت بودن بازار، یعنی که یه جا درجا زدن. الان نگاه کنیم تقریبا رنج چیه؟ این الان بهشون یک کفس اومده اینجا مقاومت شده، اینجا اومده یک کفس شده، اینجا اومده یک کفس شده. اگه مثلا این صف باشم داشتیم حالت هم بگیرفتنش مثلا اینجا بگیریم یک دید باش نداره میشه روند رنج، روند سعودی و روند نشد. بازار به سه بخش تشکیل شده. پس بازار به چند بخش تشکیل شده؟ سه بخش: روند رنج، روند نزولی، روند سعودی. بازار اینطوری یا نزولی یا سعودی یا رنج. پس باید بدونید که بازار وقتی وارد میشین چه رنج، نزولی یا سعودی. حتما باید بدونید. اگه اون سه کلیپ قبلی رو ندیدین حتما ببینید که در مورد کندل شناسی، کندل ها بشناسید، بعد روند ها بشناسید و هم باید مقاومت ها اول اونا باید بدونید. اول کندل باید، بعد روند که بازار تو چه بخشی قرار گرفته که ما میگه روند ها یا رنج یا سعودی یا نزولی هست. پس اول اونا ببینید بعد این سراغ. امیدوارم که از این کلیپ لذت ببرید. قربان شما. خداحافظ.